ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 18 مارس سال 2023 تخمیناً ساعت 14:30 هنگامی در کوچه قورو پایتخت قرار داشتنش با راه پنهانی از نقطه تعمیر واسطه‌های نقلیات یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ 12 که در داخلش کارت بانکی با مبلغ 4300 سومونی بود و به مرد 47 ساله ساکن نوع واسه تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه به نام برده 6300 سومونی ضرر مالی رسانیده است. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوع سینا عریضه مرد 26 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که ماه ایون سال 2018 در کوچه نصرت الله مقسوم پایتخت مرد 41 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد اتومبیل تمغه لکسوس 460 را گرفته وعده داده است که $15,000 امریکایی میدهد، اما نام برده به وعدهش نایستاده باز $5,000 امریکایی گرفت و به جبر دیده به مبلغ $20,000 امریکایی ضرر مالی رسانیده است. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 64 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف آغاز کرده شده است. نام برده ماه فوریه سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 72 ساله ساکن شهر خوجند در آمده با بهانه خریداری نموده دادن اتومبیل تمغه تویوتا کامری از او به مبلغ 85,240 سومونی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همزمان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 46 ساله ساکن شهر استرافشان که سال 2016 با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سوق شده است آغاز کرده شده است. نام برده دوم ینور سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه فروخته دادن زمین نزد یولگیش به مقدار 0.8 هکتار از اون مبلغ 676,000 روبل روسی و 6,000 سومونی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال مبلغش رو برنگردانیده است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.